بعد از اینکه این پایه را سر جاش میزون کردیم، یعنی اونجا که حالا ما خط گذاشتیم و بعد با مته 4 سوراخش کردیم و رزوش آماده شده، این پیچه بذاریم، بعد تکونتش بدین که قشنگ بیفته پایین آهن، نخواد رو آهن هی لیز بخوره. دریل حالا یا شارژی که داری اینا با دوری خیلی پایین و فشار بریم پایین. اگه با دوری تند برین و حالا پر گاز بری پایین، این پیچ بعد که میرسه پایین یا تای چوبا میپکنه یا اینکه زوری بیش از حد میزنه و رزوه دوری خودشو خراب بکنه. اینه بذارین، یکی دیگه هم بزنم میذارین اینجا رو جاش که از آهن پایینی رد کنه، قشنگ برسه به چوب بذارین و با دوری کم و فشار و همین راحتی. اینا همش سوراخاش خورده، اگه دقیقا رو سوراخش باشه خیلی راحت میره پایین. یه ذره که تکونش بدیم برسه به چوب بذارین و با فشار. این الان دیگه عالی شد.